رمضان یک ماه برای پالایش درون، برای تزکیه، برای تطهیر، برای که انسان زیبایی ها رو در خودش رشد بده، صفات قشنگ رو در خودش احیا کنه، استعدادهای نهفته بشریش رو و بالقوه بشریش رو فعلیت بده، شکوفا کنه. خداوند یک فرصت در رمضان ایجاد کرده. تو رمضان خداوند شبی گذاشته که لیلة القدر خیر من الف شهر، خیر من الف شهر، معادل الف شهر هم نیست. کسی بگه یک شب قدر برابر 1000 ماه، نه، برابر 1000 ماه نیست، بهتر از 1000 ماه. خدا میفهمه چقدر بهتره. یعنی در رمضان من تو یک شبش میتونم راه 83 سال رو طی کنم. انقدر رمضان برکات داره و رحمات ویژه داره که نبی ما رو منبر نبوت بر نفرین جبرئیل آمین میگه. نفرین جبرئیل چیه؟ یکی از اون نفریناش اینه که کسی که رمضان رو دریابه و گناهانش مغفرت نشه، جبرئیل امین روح القدس اون دعا میکنه، نبی ما رو منبر نبوت آمین میگه. یعنی انقدر برکات، انقدر رحمات در این ماه هست که دیگه واقعا اگه کسی تو این ماه هم مغفرت نشه دیگه در خساره و در بدبختی این انسان دیگه هیچ شکی وجود نداره. رمضان با این همه خیر و برکت، تو این ماه هم کسی نتونه تقرب به خدا حاصل بکنه، تطهیر بشه، تو این ماه هم نتونه از رذائل در بیاد، کی میخواد در بیاد؟ دیگه وقتی دیگه باقی نمیمونه. تو ماهی که هر نفل برابر فرض، هر فرض برابر 70 فرض، تو ماهی که خدا به همه ملائکه میگه آقا همه کروبی های آسمان، همه ملائکه آسمان، همه قدسی ها، همه کروبی ها، همه ذکر و تسبیح رو تعطیل کنید و بر دعای روزداران آمین بگید. یا الله، از این طرف روزدار با تشنگی و گرسنگی دست بلند کرده دعا میکنه، از اون بر تمام ملائکه آسمان آمین بر دعای اون میگن. این همه رحمت، این همه برکت. اگر کسی با وجود این همه رحمت و برکت و این همه فرجه و فرصت که خدا برای بندش درست کرده این انسان محروم بشه، دیگه در محرومیتش شکی وجود نداره. رمضان یک کورس اصلاحی تربیتیه. تو 11 ماه خوردیم، نوشیدیم، تو 11 ماه هر طور خواستیم زندگی کردیم. حالا یک ماه قراره تو این 11 ماه در حقیقت صفات بهیمی و حیوانی رو تو وجود خودمون رشد دادیم. یعنی طعم خوردن چشیدیم، طعم نوشیدن چشیدیم، طعم لذت‌های مختلف دنیا چشیدیم و با این چیز تونستیم بعد بهیمی و بعد حیوانی رو در وجود خودمون رشد بدیم. اما حالا میخوایم یک ماه شباهت به ملائکه رو اختیار کنیم. یعنی چی؟ ملائکه نمیخورن، نمیخوابن، بلکه چیکار میکنن؟ تسبیح و تقدیس الله میگن. هیچ کاری نمیکنن مگر با امر الله و کارشون فقط تسبیح و تقدیس خداست.